خیابان ننجینگلو در قلب شهر شانگهای یکی از پرطرفدارترین، پررفت‌وآمدترین و شلوغ‌ترین خیابان ها هست. مردم زیادی میان اینجا برای خرید و جای همتون خالیه. ما حالا زمانی اومدیم که وسط تابستان و همه تعطیلات و بچه‌ها مدرسه‌ای‌ها دیگه همه خانواده‌هاشون اومدن و خیلی جماعت. بریم جلوتر هتل پیس معروف رو هم من این خیابون بهتون نشون بدم. از این پروانه ها کار گذاشتن داخل دیوار بین کمان مصنوعی یا شهرداری شانگهای. احتمالا خیلی خوشگل واقعا، همشون گرم. Bobby Brand, your channel. Okay. آماده بشیم بریم سوار این کشتی بشیم ببینیم که چه خبره. خب من بیشتر از این سعی میکنم یعنی کمتر حرف بزنم و فقط دیگه ببینید و لذت ببرید. در نهایت با این سوپ ماماندوز با ما از ما پذیرایی کردن که اسمشو گفته بودم فراموش کردم. خیلی خوشمزه، واقعا خیلی خوشمزه بود. این واقعا خیلی خوشمزه بود بدون تعارف. حتما اسمشو پیدا کردم براتون میذارم توی پیج کپشن. تم غذا تم دریایی بود با سبزیجات و کلی صدف و